چطوره؟ خوش اومدید به یک ویژه برنامه مستر بیستی، اونم از نوع گیمیش. قراره پربازدیدترین ویدیوی کانال گیمی مستر بیست رو با دوبله جذاب فارسی پوریا وست با هم ببینیم. و کجا واسه گذاشتن پربازدیدترین ویدیوی گیمینگ مستر بیست بهتر از کانال گیموشن آرت. خیلی مخلصم، فداتشم افتخار داده. دارید. بریم با همین ویدیوی جذاب رو ببینیم که قراره 1 میلیون TNT رو توی ماینکرافت من دیدم بتره 1 میلیون کن. و 10 میلیون TNT آره عجیبی میتونه باشه. آره دقیقاً. بریم ببینیم عمو جیمی چیکار کرده. بریم داداش بریم. این بزرگترین انفجار TNT دنیاست. ما کل این مپو TNT چیدیم و تو این ویدیو قراره علنا رکورد TNT دنیا رو بشکنیم. مپ کلا TNTه. برید توش قایم شید. باشه. من گیر کردم. من الان 25 تا TNT اسپان میکنم ببینم زنده میمونید یا نه. ببینم زنده موندی. حالا تو خونه پیودیپای هستیم و این بار 50 تا TNT داریم. 50 بچه اگه بتونید زنده بمونید من به مامانتون $100 تقدیم میکنم. من میخوامش. مامان رفقاش واقعا تو گفته. دوبلش گفته من به مامانتون $100 میدم. نه خود مستر بیست اینو گفته که ما هم تو دوبلش گفتیم. یعنی خودش یه واقعاً شوخی مامانی داره که مثل میصرفه واسه رفیقاش پول میده. حاجی $100. نه خب بعضی وقتا بیشتر هم میده مثلا. مثلا تو داری یه $100 میدی ولی جلو 500 میلیون اسم مامانه نفر یا- داری شوخی ننه میکنی. 500 میلیون هم خیلی زیاده. دیگه اونم $100 هم خیلی کمه. ویدیو به قبلی نظر من. گفتم دوست دارم رفیق مستر. نظر عوض شده. اگه میشه حالا آره. فعلا همون دوری و بله. دوستی باشه. ببینیم ویدیو رو لذت میبریم. ای بابا بد شد که. کار بالا رو نگاه کن. خب حاضرید یا نه؟ البته به یه ورم هم نیست میگی که اومد. او خیلی خوب. اوا مرد که چندلر هم مرد. انجامش اوا میدم. کارل چجوری زنده موندی؟ من فقط این گوشه نشستم. بیا داداش این $100 واسه مامان. باشه. خب اینجا یه لامبورگینی داریم و میخوام 75 تا TNT کار بزنم. اوه نه من خیلی میترسم. برسون مامانه. تو چشام نگاه کن چیزی خوردی؟ چرا؟ چندلر جا شما به دلیل تقلب رفتی تو زندان. منو بیار بیرون. اگه از این 75 تا جون سالم به در ببرید این بار به مامانتون 500 تا میدم. آره مامانم اونو میخواد. حاضرید شروع کنیم؟ توی صندوق عقبم. نه. همچنان به چپم بگیرید که اومد. 75 تا TNT براتون گذاشتم. رو سر من چرا فرستادی؟ آره هیچ راه فراری شما نیست. اصلا مامانتون رو دوست نداری. چی شد که من مردم؟ با تو هم اونجا مردی. توی زندون بود وقتی که مرد. حالا بگید ببینیم این اتوبوس از 100 تا TNT جون سالم به در میبره. داداشا چجوری میخواد قایم شید؟ من میرم ایلا. منم یه نقشه دارم. داداش داخل اتوبوسی. حاضرید مامانتون $500 کاسب بشن؟ من میخوامش. کریس از اینجا برو. کارت یه چیه؟ شد چیکار دیگه TNT میکنی؟ ها اسپان شده. کریسو از پنجره میبینم. من مردم. انگار همه مردن. بعدی این دفعه به جای اینکه به مامانتون پول بدم اگه ببازید تنبیه میشید. واسه ببینم مجازات چه مجازاتی؟ باید ساق طلایی بخورید اونم بدون چایی. اوه. کارل که اون بالاست چندلرم که اونجاست. کریس کجا قایم شدی؟ من جامو پیدا کردم. خیلی خوب اینم از 250 تا TNT ببینم چه میکنید. خدای من. تازه اولشه. کارل که دهنش سرویسه تموم اصلا. تونستم. چندلر زنده موند. خیلی رندوم تونه زنده سر بمونه. من شانسی بدبخت بود. افتاد. چی کار میتونستم بکنم؟ ساق طلایه رو همون موقع بهشون داد. خب این بار توی این ساختمون گنده هستیم. این بدبخت پول نبرد. فقط تنبیه عالیه. نشه. و این بار جایزتون این ایکس باکس زیباست. اوه خدای من میتونم بذارم جلوی در تا بسته نشه. سگ تو ضرر $1000 واسه ماماناتون میذاره. اوه فقط 10 ثانیه وقت دارید زود باشید. 5 4 3 حوصله‌ام سر رفت بتره کنیدش. آی، دوباره افتادم بغل من. چرا؟ منم مردم. داداش انگار ایکس باکس دوست ندارید. این بار روی هواپیمای گنده هست. نمیدونستم. میخوام 1000 تا TNT اسپان کنم و اگه بتونید ببرید میزنم قد مامانتون. چیز بدی نگفتم بهشون $5000 میدم. کیمی ما داریم صداتو میشنویم. گفتم 5000 تا اشتباه شنیدی. من هنوز امید دارم میتونم برای مامانم پول ببرم. 1000 تا TNT. تو دقیقا کنار منه باز. زنده بمونید مامانتون پولدار میشه. وای وای دیگه داشتم اون میشد. نه هی
وای من تونستم بالاخره کل تونستم. هواپیما ترکید زنده موندی؟ آره بیا داداش $5000 خدمت. امشب به مامانم زنگ میزنم و میگم که پولدارش کردم، حتما گیج میشه. خب الان تو اهرام چندلر هستی. اون از یک جزیره ارتقا پیدا میکنه به یک هرم. شاید شما درست نبینید چون هم کیف هم پولا سبزن، ولی خب یه کیف پر از پول اینجا داریم. چقدر پول توشه؟ نمیدونم داشت همجور چپوندم تو کیفه. هر چقدر باشه دوست دارم. هر کی ببره گیرش میاد. برید تو هرم قایم شید. اون مال مامان منه. قایم نمیشم. حالا اون بالا قایم بابا. شدی آره. میوازی به جهنم. خب رفقا حاضرید؟ آره فکر کنم. بی زحمت یه لطفی کنید بالا سرتون رو نگاه کنید. اوه خدای من. بمب هسته‌ایه. چرا؟ چی داره میاد رو سرم؟ نه. حاجی بمب هسته‌ای نه داره اصلا میاره آب توی نداشتم. ماینکرافت. لطفاً. همون قضیه هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. آه نه من میخواستم توی کیف باشه. بریم ادامه. حالا باید با پولای روی پام بازی کنم. این دفعه 100,000 تا TNT داریم با قلعه 100,000 تا این دفعه هر کی TNT. زنده بمونه یک کیف پر پول به باباش میدم. اوه باشه برید قایم شید. اینو به باز یه بابا خورده قابل درک نمش داره. نمیده توی اینو. آب اینجوری جام امنه. فکر میکنم انفجار منو پرتم میکنه بالا و بعد با این سطل آب مثل حرفه‌ای‌ها فرود میام. واو خیلی خوب من آمادم. آماده. همتون مطمئنید که جای خوبی قایم شدی؟ من توی کوچکترین سوراخ من ممکنم. توی چاهم. همچنان به کتفم این اوه، شما و این خدای یه من. بمب اتم 100,000 TNT. هسته‌ای؟ من نمیتونم ببینمش. به هیچ وجه زنده نمیمونی. وای. اصلا شانسی ندارن چطوری بابا. سر جام مردم؟ هر جا قایم بشی مپ رفت. سیاه شده مثل پیتزای کلا. دومینو پیکسلی شده. این دفعه میخوام یه سیاه چاله بسازم با قدرت 1,000,000 TNT. هیچ راهی برای زنده موندن و نداری. کجا انجامش بدیم بهتر از این شهر هسته‌ای؟ جایزه اون هرمه کیف پر از پول بود و جایزه این یکی آکواریوم پر از پوله. راستش من ماهی دوست دارم. فقط آکواریوم تو اتاقم پس مونده بود. ماهیاش کجان؟ چند لر قایم شدی یا هنوز نه؟ نه. به درک انداختم بیاد بالا رو ببین همش سیاه چاله است. یک سیاه چاله با قدرت 1,000,000 TNT. یعنی اون 100,000 تایی اون قبلیه 100,000 تا بود که اون تیک از مپ رفت. زنده میمونه. آره شک دارم الان یعنی کلا سیستم بتونه اینو پردازش کنه هنر کرده. خیلیه ها. آره سیستم این چیه داره خراب میشه رو داره سرم؟ میاد داره میکشه میاد. اینا. آره اگه یه میشنوم. سیستم بکشن الان این باید سیستم چیکار بسته کنی؟ نمیدونم نمیر فقط. انگار داره زمینو میخوره. یا خدا. کارل شاید استراتژی تو کار کنه. نه اصلا اینطور اوه، نیست. اوه، من از اینجا بیار بیرون. وای دارم ای میمیرم. همه من مردن. اصلا شو مردم. من خودمو خراب کردم. هنوز داره میره. ما هنوز داریم میمیریم. اوضاع اینقدر خیاریه هنوز واسه من صفحه لود نشده. من از زمین میگه صفحه افتادم. برام انگار لود نشد برای ای وای، مستر حتی بیست. سنگ بسترم سنگ ترکیده. بسته رو شکست ولی چیزی نمیتونه سنگ بسته خب رو بچه‌ها بشکنه. چیزی که دارید میبینید 10,000,000 بلوک TNT. 10,000,000 من TNT. فکر کردم 1,000,000 برنده تهشه یه دیگه. پر از پول میگیره. قانون بازی اینه که قانونی وجود نداره. هر کی آخر بمیره این گونی پوله رو میگیره. دیگه نمیگه هر کی نمیره میگه هر کی آخر بمیره. داداش کل مپ TNT هر جا بری. چک میکنم. اوه! عقب موندم. من لگ دارم. منم لگم. کل بازی لگ خورده. کریس بول. آدم سیستماش سیستم که رد نمیکشه. داد، ولی خب انگار داره میاد سمت کارلو چندلر. نه. من دیگه درگیر این موضوع نیستم. نگاه یعنی داره یواش یواش پردازش میکنه. میکشه سیستم. آره سیستم من خراب چطور شد. چک کردم و فقط کریس مرده. انگار سرورهای ماینکرافت نمیتونن 10,000,000 TNT رو تحمل کنن. درود بر تو کار. سلام. وقتی سرور کرش کرد تو چندلر زنده بودید. حالا باید مشخص کنیم که این 10,000 تایی که اینجاست گیره کی میاد. حتما میگیرمش. اگه تو بلوک تقسیم رو انتخاب کنی و چندلر هم همینطور پولو آها نفهمیدن کلا یعنی سیستم کلا کرش کرد. ولی یه فکتی که هست نگفت سیستم هم نکشیده گفت سرور. سرورهای کرفت نکشیدن دقیقاً. حالا یه حرکت دیگه مثل که میخوام بزنن سر این بردن این پوله. ببین این همیشه یه حرکتی بوده که واقعا ببین میدونی من هر دفعه تو این بازی این پیش اومده که جفتتون اینو بردارید نصف میشه اگر یکی توم نمیدونم اون یکی رو برداره پولا به این میرسه و دقیقاً. جفتتون لاشی باز در بیارید هیچ که پول نمیرسه. همیشه من چیز بودم همیشه من ببین میدونی به اختلاف خوردم با رفقا. تو خدای کدومو برمی‌داری الان بین من و تو باشه؟ مثلا
ببین اگر جفتمون سبز رو برداریم تقسیم میشه 10,000 تا 5,000 اگر تا. یکیمون سبز برداره یکیمون قرمز برداره پول به قرمزه میرسه. اگر جفتمون قرمزه رو برداریم ببین اگه بهش جلوی میرسه. مخاطبا باشه من شاید مجبورم سبزه رو بزنم دیگه. نه، کلا. ولی اگه تنها باشیم مثلا شاید روبرویت قرمز رو بزنه داداش به هیچکی نمیرسه. خب اینم هست دیگه. میخوای صلاح بریم با هم دیگه داداش جفتمون سبز رو بزنیم. ولی اون سرقت و اون 10,000 تا رو میبره. اگه هم جفتتون سرقت رو بزنید هیچی گیرتون نمیاد. خب حالا چه کاری انجام چندلر میدی؟ اعتماد داری یا نه؟ انتخابتون رو بذارید اینجا. جدی؟ همین الان؟ انتخاب کن دیگه، زود باش. اوه، من به اون ایمان اساسا دارم. تقسیم کنی. بهش ایمان دارم. چندلر به نظرت کارل تقسیم رو انتخاب کرد یا سرقت رو؟ آره خودشه. بچه‌ها با هم دوست بودن. اما اگه اون سبز رو زده باشه و تو قرمز رو بزنی در جریانی که حق اونو میخوری؟ عالیه. انجامش وای، میدی. قبل از اینکه دیوارو بیاریم پایین به نظرت انتخاب چندلر چی بود؟ من نمیدونم چی میشه چون ایمان دارم. سرور دیوارو بیار پایین. وای شرمنده کار. چندلر کثافت 10,000 دلار ازت دزدید. نه. کریس گولم زد. منم گولشو ولی خوردم. ریسکی بود. بیا نامرد، اینم پوله. نامه شرم. خفتش میده و پوله رو بهش میده. کار منو ببین. ضرری نداره. واسه حسن ختام ویدیو هم یه دنیای کامل پر از TNT ساختیم. شروع این انفجار تاریخی هم قراره با چدلاک پشته باشه. خدافظ. موزیک پایانی رو پخش کنید تیتراژ بیاد بالا. نمیکشه سیوره نمیکشه. تاوزند. ببخشید ترکی. خدای باحال بود داره دوستش داشتم ویدیو رو. دمتون بابت این دوبله جذابتون بعدتون باشم. بچه هم خسته نباشن. آیه زمیری و تیمش زحمت کشیدن دمشون گرم. مرسی از بچه‌ها که وقت گذاشتن و این ویدیو رو دیدن. خیلی دوستتون داریم. فردتون تا این گرم. ویدیو دیگه فعلا.